الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، صدق الله مولانا العظيم. اولا محضر شما بزرگواران، بندگان مخلص و محبوب پروردگار عالم، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ثانیا عید سعید فطر خدمت همه امت اسلامی، خصوصا ملت مظلوم و رنجیده افغانستان تبریک و تهنیت عرض می دارم. الله سبحانه و تعالی شادی و سرور را در قلوب همه شما بیندازد. الله سبحانه و تعالی غمها و مصیبتها و مشکلات هایی که امروز بر سر امت اسلامی آمده است الله رفع بگرداند. برادران عزیز بزرگوار، حالت کنونی جهان اسلام و علل خصوص ملت مظلوم افغانستان قلوب همه امت اسلامی را جریحه دار کرده. میدانیم که امروز دشمنان اسلام با تمام قوه و با تمام نیروی خویش بر علیه امت اسلامی میتازند و تلاش میکنن این امت رسول نازنین علیه الصلاة والسلام را از پا در بیاورند. در سال گذشته در چنین حالت و در چنین برهه‌ای از زمان دشمنان اسلام بر مقبره رسول نازنین صلی الله علیه و سلم در مدینه الرسول علیه الصلاة والسلام حمله کرده و در این سال زادگاه پیامبر مکه المکرمه سرزمین وحی را مورد تهاجم خود قرار میخواستند بدن. بناهن اینها همه برای مسلمان ها هشدار هست. دشمنان اسلام بر علیه شما قیام کردند و آنها میخوان شما را از سرور شما از رسول نازنین علیه الصلاة والسلام دور نمایند. بناهن برادران عزیز و بزرگوار، آنچه که از دست ما و شما برمی آید، اگر دشمن هر قدر تلاش میکنه ما و شما را از دین رسول صلی الله علیه و سلم بگه برگرداند، ما و شما مستحکمتر، با ایمانتر، با خداتر، محبانتر و مخلصانتر در راه دین الله سبحانه و تعالی گام برداریم و دعا کنیم به درگاه الله سبحانه و تعالی که پروردگار عالم این مشکلات را از بین امت اسلامی بردارد. امروز اگر خبر را میشنویم برادران ما در برما و در سرزمین های اسلامی به زیر دست پای کفر تکه تکه می شود و اطفال معصوم و پاک و بیگناه از آغوش گرم مادران خیش جدا می شوند و زنده به آتش سوختانده می شود. بنابراین امروز باید ما و شما چون بلالوار و مصعبوار و خالدوار به خاطر دین الله سبحانه و تعالی گام بردار و دعا کنیم که الله سبحانه و تعالی شر ظالمین از سر امت اسلامی بردارد. الله سبحانه و تعالی عزتمندی، سرفرازی، سربلندی را نصیب امت اسلامی بگرداند. پروردگار عالم مسلمان هایی که در هر گوشه از جهان قرار دارند الله سبحانه و تعالی عزت و سرفرازی نصیبشان گردانده و دشمنان اسلام را خار و ذلیل بگرداند و پروردگار عالم برای ملت مظلوم افغانستان امنیت سرتاسری عنایت فرماید. الله آنهایی که بر این ملت مظلوم چشم بد دارند و میخوان این ملت و دینی ملت را از بین ببرند الله سبحانه و تعالی رسوایشان بگرداند. مجددا عید سعید فطر خدمت همه امت اسلام، خصوصا شما ملت شرافتمند افغانستان تبریک و تهنیت عرض می دارم. از همه شما بزرگواران درخواست دعا دارم الله سبحانه و تعالی طاعات و عبادات همه ما و شما قبول بفرماید و همیشه خنده را بر لبای شما جاری بگرداند. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولنا ولكم ولسائر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.